یکی از سمفونی‌های محبوب خودم شماره 12 است که راجع به تهران زادگاه هم بله بله. نوشتم. چقدر پر عشقه. شنیدی؟ چقدر پر عشقه. براو به شما. ممنونم از شما. همین حرف زدنتون که با من صحبت میکنید برای من تشویقه. ولی در جوابتون باید بگم که این انتها نداره. آدم هر چی که میسازه باز فکر میکنه که باید بسازه. سمبل های ایران، من عاشق ایرانم. سمبل های ایران برای من تمامی نداره. من شاه غزل های حافظ رو از بر دارم و به من موسیقی میدن، الهام میدن، ولی افسوس که اجرا خیلی کمه. حالا من که هیچی، من از آهنگسازان خوش شانسم. چقدر استعداد داریم که الان من باشون آشنام، جوان ها چقدر خوب می نویسن. اینا شانس ندارن، هیچ وقت آثارشون اجرا نمیشه.